از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت ابوذر رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکرد که فرمودند هنگامی که به مکه بودم سقف خانه‌ام شکافته شد و جبرائیل علیه السلام داخل گردید. سینه‌ام را گشاده و با آب زمزم شست. بعد از آن تشتی را که پر از حکمت و ایمان بود آورده و در سینه‌ام خالی کرد و سینه‌ام را بست. بعد از آن دستم را گرفت و به سوی آسمان عروج نمود. چون به آسمان اول آمدم جبرائیل به دربان آسمان گفت باز کن. دربان گفت کیست؟ جبرائیل گفت من جبرائیل هستم. گفت کسی همراهت است؟ گفت بله، محمد صلی الله علیه و سلم همراه هم می باشد. گفت آیا او مبعوث شده است؟ گفت بله و دربان در را گشاد. چون به آسمان دنیا بالا شدیم دیدیم شخص نشسته و مردمان در طرف راستش و مردمان در طرف چپش قرار دارند. چون به طرف راستش نگاه میکند میخندد و چون به طرف چپش نگاه میکند میگرید. او ما را مخاطب قرار داده و گفت ای پیامبری نیکوکار و فرزندی نیکوکار خوش آمدید. از جبرائیل پرسیدم این شخص کیست؟ گفت این آدم علیه السلام است و این چیزهایی که در طرف راست و چپش قرار دارند ارواح اولادش می باشند. آنهایی که در طرف راستش هستند اهل جنت و آنهایی که در طرف چپش می باشند اهل دوزخ هستند. چون به طرف راستش می بیند می خندد و چون به طرف چپش نگاه می کند می گرید. بعد از آن مرا به سوی آسمان دوم برده و به دربان گفت باز کن. دربان همان چیزی را که دربان آسمان اول گفته بود تکرار نمود و در را گشاد. انس رضی الله عنه میگوید که ابوذر برایش گفته است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در آسمان ها آدم، ادریس، موسی، عیسی و ابراهیم صلوات الله علیهم را دیده است. ولی ابوذر رضی الله عنه مکانهای آنها را مشخص کرده نتوانست. فقط همین قدر به خاطر داشت که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آدم علیه السلام را در آسمان دنیا و ابراهیم علیه السلام را در آسمان ششم دیدند. انس رضی الله عنه میگوید چون جبرائیل با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نزد ادریس علیه السلام رسیدند گفت پیامبری نیکوکار و برادری نیکوکارم خوش آمده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند که از جبرائیل علیه السلام پرسیدم این شخص کیست؟ گفت این ادریس است. بعد از آن نزد موسی علیه السلام رسیدیم و او هم گفت پیامبری نیکوکار و برادری نیکوکار هم خوش آمده. پرسیدم این کیست؟ گفت این موسی علیه السلام است. بعد از آن نزد عیسی علیه السلام رسیدیم و او هم گفت پیامبری نیکوکار و برادری نیکوکار هم خوش آمده. پرسیدم این کیست؟ گفت این عیسی علیه السلام است. بعد از آن نزد ابراهیم علیه السلام رسیدیم و او گفت پیامبری نیکوکار و فرزندی نیکوکارم خوش آمده. پرسیدم این کیست؟ گفت ابراهیم علیه السلام است. انس رضی الله عنه میگوید ابن عباس رضی الله عنه و ابو حبی انصاری رضی الله عنه میگفتند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که بعد از آن تا جای برده شدم که آواز اقلام قدم های
ملائکه را میشنید. انس ابن مالک رضی الله عنه میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند بر امت من 50 نماز را فرض گردانید. با همین حکم برگشتم تا آنکه نزد موسی علیه السلام رسیدم. پرسید خداوند بر امت تو چی فرض نمود؟ گفتم 50 وقت نماز. گفت به نزد پروردگارت برگرد چون امت تو طاقت این را ندارد. برگشتم و خداوند متعال قسمت از آنها را ساقط نمود. باز برگشتم و نزد موسی علیه السلام آمده گفتم خداوند متعال قسمت از آن را ساقط نمود. گفت نزد پروردگارت برگرد چون امت تو طاقت آن را ندارد. برگشتم و باز خداوند متعال قسمت از آنها را ساقط نمود. باز نزد موسی آمدم و باز برایم گفت نزد پروردگارت برگرد زیرا امت تو طاقت آن را ندارد. باز برگشتم و پروردگارم برایم گفت این پنج عدد و 50 هست در ثواب و این گفتم تغییر پذیر نیست. به نزد موسی آمدم و او به من گفت نزد پروردگارت برگرد. گفتم از پروردگارم حیا میکنم. بعد از آن جبرائیل علیه السلام همراه هم رفت تا مرا به سدرة المنتهی رسانید و این مقام چنان رنگهای گوناگون داشت که آنها را وصف کرده نمیتوانست. بعد از آن مرا به جنت بردند و در آنجا رشته های بود از مروارید و خاکی آن از مشک بود. حدیث در صحیح بخاری در کتاب نماز تحت رقم 228 ذکر شده است. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.